سلام، به برنامه قندها و پندها خوش اومدید. دروازه را میشه بست، ولی دهان مردم را نمیشه بست. هرگاه کسی از عیبجویی و خردگیری دیگران در مورد اعمال و رفتار خود احساس تعلم و ناراحتی کند، این عبارت را از باب دلجویی و نصیحت میگوید تا رضای وجدان و خوشنودی خالق را وجهه نظر و همت قرار دهد و به گفتار و انتقادات نابجای عیبجویان و خردگیران وقعی ننهد و در کار خیش دلسرد و مایوس نگردد. اکنون ببینیم این عبارت مثلی از کیست و چه واقعه‌ای آن را بر سر زبانها انداخته است. بعضی از داستان نویسان عبارت مثلی بالا را از ملا نصرالدین می‌دانند، در حالی که ملا نصرالدین و یا ملا نصیرالدین یک شخصیت افسانه‌ای است که هنوز وجود تاریخی وی مشخص نگردیده و به عقیده صاحب ریحانة الادب این کلمه ظاهراً از تخلیط نام چند تن از هزلگویان و لطیفه پردازان بوده است. حقیقت مطلب این است که ذوق لطیف ایرانی از یکی از مواعظ و نصایح حکیمانه لقمان به فرزندش استفاده کرده، آن را به شکل و هیئت عنوان این مقاله در افواه عمومی مصطلح گردانیده است. لقمان حکیم را نصایح آموزنده است که اگرچه روی سخن با فرزند دارد، ولی مقصودش جلب توجه عمومی است تا نیک و بد را بشناسند و زشت و زیبا را از یکدیگر تمیز دهند. یکی از نصایح حکیمانه لقمان به فرزندش این بود که در اعمال و رفتارش صرفاً خوشنودی خالق و رضای وجدان را منظور دارد. از تمجید و تحسین خلق مغرور نشود و تعریض و کنایه عیبجویان و خردگیران را با خونسردی و بی‌اعتنایی تلقی کند. پسر لقمان که چون پدرش اهل چون و چرا بود، برای اطمینان خاطر شاهد عینی خواست تا فروغ حکمت پدر از روزنه دیده بر دل و جانش روشنی بخشد. لقمان گفت: همکنون ساز و برگ سفر بساز و مرکب را آماده کن تا در طی سفر پرده از این راز بردارم. فرزند لقمان دستور پدر را به کار بست و چون مرکب را آماده ساخت، لقمان سوار شد و پسر را فرمود تا به دنبال او روان گشت. در آن حال بر قومی بگذشتند که در مزارع به زراعت مشغول بودند. قوم چون در ایشان بنگریستند، زبان به اعتراض بگشودند و گفتند: زهی مرد بیرحم و سنگین دل که خود لذت سواری همی چشد و کودک ضعیف را به دنبال خود پیاده می کشد. در این هنگام لقمان پسر را سوار کرد و خود پیاده در پی او روان شد و همچنان می رفت تا به گروهی دیگر بگذشت. این بار چون نظارگان این حال بدیدند، زبان اعتراض باز کردند که این پدر مغفل را بنگرید که در تربیت فرزند چندان قصور کرده که حرمت پدر را نمی شناسد و خود که جوان و نیرومند است سوار می شود و پدر پیر و موقر خیش را پیاده از پی همی ببرد. در این حال لقمان نیز در ردیف فرزند سوار شد و همی رفت تا به قومی دیگر بگذشت. قوم چون این حال بدیدند، از سر عیبجویی گفتند: زهی مردم بیرحم که هر دو بر پشت حیوانی ضعیف برآمده و باری چنین گران بر چارپایی چنان ناتوان نهاده اند، در صورتی که اگر هر کدام از ایشان به نوبت سوار می شدند، هم خود از زحمت راه می رستند و هم مرکبشان از بار گران به سطوح نمی آمد. در این هنگام لقمان و پسر هر دو از مرکب به زیر آمدند و پیاده روان شدند تا به دهکده ای رسیدند. مردم دهکده چون ایشان را بر آن حال دیدند، نکوهش آغاز کردند و از سر تعجب گفتند: این پیر سال خورده و جوان خردسال را بنگرید که هر دو پیاده می روند و رنج راه بر خود می نهند
در صورتی که مرکب آماده پیش رویشان روان است. گویی که ایشان این چارپا را از جان خود بیشتر دوست دارند. چون کار سفر پدر و پسر به این مرحله رسید، لقمان با تبسمی آمیخته به تحسر فرزند را گفت: این تصویری از آن حقیقت بود که با تو گفتم و اکنون تو خود در طی آزمایش و عمل دریافتی که خشنود ساختن مردم و بستن زبان عیبجویان و یاوه سرایان امکان پذیر نیست و از این رو مرد خردمند به جای آنکه گفتار و کردار خود را جلب رضا و کسب ثنای مردم قرار دهد، میباید تا خشنودی وجدان و رضای خالق را وجهه همت خود سازد و در راه مستقیمی که میپیماید به تمجید و تحسین بهمان و توبیخ و تقریع فلان گوش فرا ندهد.